دوره نورسی یعنی بلاغت یک مرحله پرتشویش و پرجوش و خروش است که تقریبا از 12 تا 16-18 سالگی را در بر میگیرد. در این دوره بدن نورس تغییرات گرمانی می کند، افزایش قامت، تغییرات آواز در پسران، به بلاغت رسیدن دختران و همزمان تغییریابی احساساتی و روانی به عمل می آید. برنامه‌های مشورتی در مکتب‌ها، روانشناسان نورسان و راهنمایی مخصوص برای خود نورس و والدین موجودند تا مشکلات احتمالی را حل کنند. باید نورس را فهمید و دستگیری کرد، نه اینکه تنها تنقید یا محدود نمود. مشکلات معمولی این سن و سال عبارتند از تغییر حیثیت زود، خشمگینی‌های بی سبب، تلاش استقلالیت و شاید بعضاً مخالفت کردن با قاعده‌های خانه. والدین باید درک کنند که این تغییرات طبیعی است و از جنجال ساختن هر یک مناقشه پرهیز نمایند. به جای گفتن تو تغییر یافته‌ای دیگر گپ گوش نمی‌کنی، بهتر است که با آرامی پیامدهای این دوره را شرح دهند، فهمانند که همه جوانان این دوره را می‌گذرانند و خودی آنها نیز زمان نورس بودند. معاشرت گشوده کلید اساسی است. اگر نورس می‌داند که می‌تواند با والدانش درد دل کند و از مشکلاتش بگوید، بسیار مشکل‌ها حل نشده نخواهند ماند. حتی اگر او یگان اشتباه کرد، باید یقین باشد که پدر و مادر یا مربیش به او یاری می‌دهد، نه فقط مذمت. البته این به آن معنا نیست که همه چیز رفتار نورس نادیده گرفته شود. او هنوز راهنمایی می‌خواهد، اما این راهنمایی باید با احترام و صبر و تحمل باشد. آیا شما والدان و استادان عزیز این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفاً نظر خود را به ما نویسید. یادآور می‌شویم که شریک برنامه ما شرکت لیندوید میباشد. نوابسته از باد و هوا و فصل سال، عائله ما سری خردکک خود را دارد. لیندوید با ویتامین D.